زیاد خوشحال هستم که دست طالبا افتید و طالبا چی آمریکایا رفتن، چون آمریکایا کارشان این است که بره کشورها را دستمال کاغذی جور کنن، مثل عراق، سودان و خیلی کشورهای دیگر که دستمال کاغذی جور کردن انداختن. نه، کار آمریکا اینمی بود. خوب است که از دست آمریکا خلاص شد. من زیاد خوشحال هستم که افغانستان از دست آمریکایا خلاص شد. یعنی خدا را شکر که می آمریکایا رفتن. خدای شکر. میگم ریکاردم میگیرن کسی که در کشور خدمت میکنه میاله هست و کلشان یک اسلحه های گرنگ، هر کدامشان این طرف او طرف این طرف او طرف میبرن و جانلوچ و پایلوچ در سرکا خو میشن، امنیت گرفتن. کسی که در کشور خدمت کنه اونم هست. ماهایی که از طیاره فرار کردیم یادتان رفتن که از طیاره بای بای میکردن، شما از طیاره بای بای میکردن، خب از فرار میکردن. سایکو وقتی شما فرار میکردن از طیاره تو بای بای میکردن، ولی اونم مرد بودن، آمدن در افغانستان شیشتن و جنگ کردن و دفاع کردن از ناموسشان. نه دزدی و زنا و کارهای بد و دیسکو و هزار تا خرابکاری ها را پاککاری کردن. نه خوب کردن. یعنی خب طرفدار حق هستم. شما تو بای بای میکردن از طیاره فرار کردن.